کیلین؟ کیلین؟ ای خدا امروز نسرینشان چقدر بیزه چقدر کرده بگم که مادرم امروز با مهمانی میبیاد چقدر فیلشون میبیاد کنیشما یا با استر بید؟ ها چه کدوسید شما؟ هیچی همین کاره خونه که واره باستوی شدم ابی تایر کردم کم تایری دیداسیم تایری دیداسید؟ چیزی به تایری دیداسید؟ تینجی می؟ من چه اکدام تایری تا من خبرم نی؟ امروز مادرم میامده بیدن خونه کمتر مهمانی یکیش طرفم گفتن برای همین گفتم یک مگزین رفته بیام یکان چی دسترخوان بگیرم بیام اگر که ممکن باشد مادرتا می بیام؟ من چه خبرم نی مادرتا می آمدگی؟ من با گفتید می بناگو؟ خونه به مهمان می بیام گفته؟ گم نزدید کو؟ من بر وقتر میگویم گفتم ولیکن با تشویش نکشید گفتم ده هم تا امتا کمتر خبر گرفته میرن برای این تشویش نتیم گفته شما بر وقتر نگفتم مگزین به چه میرید؟ چیزی خرید میکنید؟ خیلی چیز زیادم نه هم یگان آب گیرم روی استوبه بعد یگان سالاد با خیلی پرودکت گیرم اگر گشته میبیم داره پلاک جو کم ترک پول داشتم شما دو پول خودتا هایمی من پروسته کرده همه همسایه دختر دادگی بدم همونا پولش خونه با ماندست من از خاطر هم داشت برو دست برورده دادن با نفهمیدیم روی استال به چیزی میمانید؟ برای استال با همین کم ترک خریده کرده آمده گفتن گفتم پیستای بادامی که خرید کرده آوردید همون هم گفتم با یک ساعت با رفته خرید کرده بیام تمام پیستا بادام؟ اکجا باید پیستا بادام؟ من خریده آمدگی ممی؟ نه وای با دست نمیرسونید وای با کاردار نشوید وای برای خانم مهمانای می آمدگی زوچی گیری و برای تخمینه هم با ها کار نمیدونم یک بوده نان چای منه چای کبود چای فامیل فرقش نه شما پولدار شدگی یک باره پلاتون مویل شدگی من با فرقش نه کلین شما چیوری کده یافتید میوه چخل کده یافتید من فرقش نه منو می بیان منو اقل منو آگاه نکردید که می بیان گفته خودکاری میکنید که بوده من این جانده نیستیم خودتان شاه و تابتان وزیر که ما خواهید دعوت میکنید خانه و کجا خواهید میرید نه من دعوت نکردم همین زود روزی دخترچم نامده بودن که برای من یک توفه شتی هم گفته ره گذاشته که بیدن هم با می در آمدین من می آمدگی باشن چای نان من یکان نیم ساعت میشتگی نو با می برفتگی هم خیلی دسترخوان یکان چیده میمونیم بعد ها میخیل هیچ نمیمونیم بغیر از چای هیچ نیست ها میخیل من بنده گفته شما همه خانو دعوت میکنید من که مصلحت کدید می به مصلحتی من کار میکنید این سفکی خبر میکنید خانو و به مصلحتی من وای هادیه من با گپ نزده مادرش خبر کرده که بینیده و قویده من با یک دهم نمیگودو این کلی نو خودش وای کده مادرش خبر میکند یک دهم اپیش من نمیگذارد من کدی مصلحت نمیکند با پیستی خاندانه هایکو مونده تر میوه خوش میوه هایکو بود است گپه بین چسته که خوبه حاضر پولش میفهمم ده چند پول کنی و اونجا اون کده است چه ولیشه کده این اما پولش روس میکده است دست نچید ولی من این به نشان میتیم پولی منو پولی توشه این با همون کارش سر کردن من گفته که بدم یا با که خونی ما پولی منو پولی توش نیست با این اما روسته که پولش روس کده میموند حاضر ده ولی صابونی من که جمشوی نکده است اکو میفهمد این منه تش بری خام شمردگی ولی نشان میتیم تو با مادرت اون درود سالی میفهمی تو
خدا شرمنده میشم حاضر چی با نکنم چی میگن با نگفتم مادر ما زنگ زنم گویم که نبیایم خدا شرمندگی کنی من پول روسکده موندگی تانه اینجا بیارید چی کنی بینم چی چند قدش ما پول کار کدش ما روسکده موندید امان نه وای پولی زیادم نه امی یک کورتش داخته بودم همون کورتای پولش یک کورتای آخرون داختم که همون پولش کنی بینیم چی شموریم چی کنی وای چند پول شده است ها مادرتان یک نیم ساعت به می آمدگیم یک پیاله چای به میشنم منو با می گسیلونید پول بیارید پول اینجا تست پول بیارید شموریم چی وایه در رو وای پولی زیادم نیست امی یک کورتای پولش موندگی دیگر رو شامش من داده گفتم کشم با دوستان عزیز رحمت کلان برای دستگیریاتان من به نهایت خرسند هستم که این صحنه‌های ما به شما پسند آمده است دخترای عزیز اپا و خواهران عزیز اگر که صحنه‌های ما به شما پسند آمدگی باشد میتونید که لایک‌های خود را گذاریتان برای آنکه هر یک آن لایک‌هایی که شما می‌مانید برای ما یک موتیواسیون کلان است اگر که ویدیوهای ما پسند آمده باشد به شما подписаться کنید به کانال ما ابونه شوید هزار رحمت برای دستگیریاتان دخترها چقدر من موتیواسیون کلان گرفته شدم بعدی کامنت‌های خوب شما چقدر دخترها با واتساپ می‌نویسن که آپا جان کی ویدیوهای نو میبرید گفته چقدر که شما مثلا بسیار دستگیر کنید هم قدر ما بسیار موتیواسیون میگیریم من صاحب سه فرزند خدا باشکر که وقتی خالگی عموما ندارم لیکن به هر حال چقدر شوقمند میشم که ویدیوهای نو بنام کنیم و سناریوهای نو بنام نویسیم و پروگرام ویدیوهای نو هر دفعه رحمت کنم پرتیکا دخترها برای دستگیریاتون و کسانی که بخوان کار کردن مرحمت نمره واتساپ من کار در کمپانی فابریکا دخترها چقدر که بسیاری شما میدونید من کارگر کمپانی فابریکا هستم حد 21 روز زیاده از 14000 تومان معاش میگیرم دخترها همه این با فکت هایش دخترها همه این با دکومنت هایش مثلا آدمایی هستن که بیا اپا جان دروغ نگو میگن یا که گپای قبیحتی میگن که شما ماشینی که شما فلانی بیسمدانی دخترای عزیز همه این مثلا معاشی که ما میگیریم ما انداز میسپاریم نلوگ میسپاریم یعنی که برای هر یک تینی که از همین کمپانی میگیریم برای آنکه این کارخانه گویم دولتی است لیکن ما اصلا نبرمده آنلاین کار میکنیم دخترها هر یک شما امکانیت کلان داریتون که هر 21 روز معاش کلان گیریتون باز بر زمین اگر شما دیرکتر شدید کمپانی شما با 10000 تومان یا اینکه 20000 تومان اگر شما تیسر حرکت کرده کار نتون 20000 تومان بونوس میتید باز بغیر از این معاش بهترین هر 21 روز بغیر از بونوس کلان باز از طرف من اگر شما بیتون کماند من با همکاری کنید قطعا همکاری کنیدتون اگر شما دیرکتر شدید اگر مثال از طرف نستانیکتون شما با توفا چالای تیلومن از طرف من برای دیرکتور من چالای تیلومن توفا میکنم هر یک دخترایی که در کماند من دیرکتور میشوند دخترها چقدر کاری بهترین دخترها هر 21 روز از خانه نبرمده شما مادری خانه‌چین زنی خانه‌چین شده هر 21 روز معاش خوب گرفته میتوانید از طرف ما باشد دستگیری چقدر کمانده بهترین دخترها یگان وقت موزیک نمیمونید خیلی مثال گروپ اگر که در رایتون قطعا صحبت کرده همکاری کرده مثال پروست واتساپ کتی دوستی کرده شما میتونید که کار آموزتون دخترها نه دیپلمش لازم است دخترها دانستن زبان روسی لازم نیست کجا با کجا برآمده رنگی پیشنه مثال چه که دخترها کم میکردن برهای زیاد میگیرسن در بدر میفروختن این خیلی کارو نیست دخترها من خودم لیچنا فروختن نمیتونم من بعضی وقت توصیه میتونم یگان چیز با شما مثلا شما از من کس نمیگفته لیکن من نمیفروشم که فروختن نمیکردم در بدر کجا با کجا برآمده نمیتونم تیم بول دخترها فقط آنلاین کار میکنم همچنین شما هم نیست میآموزم که هم خیلی اصلا نبرآمده مادری موفق باشید زنی موفق باشید دخترها باور کنید اگر شما اینقدر معاش خوب گرفتید هم وقت شما آدمی با قدر میشوید هم در عائله هم در جمعیت در کجایی که باشید دخترها برای همین وقت خود رو به صرف نکنید دخترها هر 21 روز کلان معاش میگیرید یک وقتی من نمیخوام کار کردن این کارو نمیتونم این کارو برای من نمیگفتم لیکن حاضر من چقدر میناداری بیان میکنم برای استاره جان نستانی که بهترین من یوسف و استاره همین کس من با کار دعوت کرده است همین کس من آموزنده است در قدم‌های اولین من به یاردم کرده است که من حاضر من زنی خانه‌شین شده تاجیک زن از 14000 تومان 21 روز به یک بار میگیرم دخترها